روتین پوست من وقتی از حموم میام. Let's go. از همه میگردم دنبال یه محلولی که بتونه صورتمو پاک کنه. انتخاب شد. یه دونه پد و خیلی آروم میکشم رو صورتم. بیشتر جاهایی که چرب میشه تازه مشخص میشه چقدر پوستم کثیفه. داره به موهام فشار میاره. این تونه رو میزنین پوستتون تمیزه و خشک میشه. به خاطر همین بعدش باید یه دونه آبرسان استفاده کنید. مخصوص پوست چرب استفاده میکنم.